دادستانی کل تاجیکستان روز 22 نوامبر سال 2022 برخی تفصیلات پرونده جنایتی سید احمد رحیموف پسر جوان پهلوان سید مومن رحیموف را که اخیراً با جرم آدمکشی با بیرحمی مخصوص به 20 سال زندان محکوم شد نشر کرد. بنا به گزارش مرکز مطبوعات دادستانی کل، رحیموف سید احمد سید مومنوویچ سال تولدش 2000 ساکن کوچه لطیفی شهر دوشنبه سانحه 5 آگوست سال 2022 در اساس خصومت شخصی از حساب اشهروند زاکرزاده محمد جاوید منتظم شنیدن تهدید، سخنهای تحقیرآمیز و پس‌زنی شأن و شرفش نسبت خود و اعضای عائله‌اش وابسته به 20,000 سامانی پول قرض در باطنش قصد از حیات محروم کردن آخرین پیدا گردیده با مقصد عملی ساختن این قصد با آلات خلنده و برنده یعنی کارت مسلح گشته است. سپس همان روز سید احمد رحیموف به واسطه تلفن موبیلی خود در برنامه گوگل پلنت خریطه شهر دوشنبه را کشاده در آن سراغه شهر دوشنبه نویه فردوسی محله کارخانه شغل براری را همچون جای بخطر و جای صادر نمودن جنایت قبلا تعریضی نمودهش انتخاب میکند. دادستانی دوام حادثه را چنین به رشته تصویر کشیده است: رحیموف با کارت مسلح گردیده نقشه به کجا بردن زاکرزاده را کشیده، به آخرین زنگ زده او را اول به حدود آرامگاه لوچاب دعوت میکند. زاکرزاده امروی جیان نابالغ خود غنی زاده به واسطه افت شخصیش تمغه اوپل استرا به جای تعیین شده رحیموف میرسند. رحیموف برای به قتل رسانیدن زاکرزاده با راه فریب او را به محله کارخانه شغل براری میبرد. رحیموف با بهانه کدام یک اشیا را گرفتن تنها از افتماشین فرآمده گرد و اطراف را آموخته باوری حاصل میکند که برای صادر نمودن جنایت قلع است. بعد این او زاکرزاده را به نزد خود دعوت میکند. رحیموف برابر به آخر رسانیدن قصد خود با بیرحمی مخصوص با کارت به عضوهای حیاتاً مهم زاکرزاده 16 مراتب ضربه میزند که در نتیجه آخرین در جای حادثه به هلاکت میرسد. کلیگه پرونده های جنایتی دادگاه شهر دوشنبه روز 2 نوامبر سید احمد رحیموف را بر اساس بند ای قسم 2 ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان در آدمکشی با بیرحمی مخصوص گناهکار شناخته به 20 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد.